عشق انسان را کافر میکنه. والله که ابن قیم میگه عشق انسان را کافر میکنه. ببین ملاهای مفتخور را چگونه عشق و محبت و موسیقی و هنر را از انسان ها میگیرند تا انسان ها را در یک چاله فرو کنند و بعد دنیای بعد از مرگشان را رنگین میسازند. عشق در دین اینها حرام است. عاطفه در دین اینها حرام است. محبت در دین اینها حرام است. انسانیت در دین اینها حرام است. مهربانی در دین اینها حرام است. هر عمل خوب در دین اسلام حرام است. ابن قیم میگه عشق انسان را به شرک میرسانه. ابن قیم میگه عشق انسان را به شرک. شنیدین دوستان عزیز؟ عشق انسان را به شرک میرسونه. مسلمانان عزیز، نه عشق، نه محبت، نه عاطفه، نه احترام، نه خوبی، نه هنر، نه موسیقی، نه شعر سرودن، نه انسانیت، اینها هیچ کدامش در دین شما حلال نیست. اما در دین مبارک اسلام شما حرام هستند. حتی عشق، عشقی که رابطه دو فرد با این عشق ساخته میشه و ستونش با عشق آباد میشه و ادامهش با عشق ادامه پیدا میکنه. در دین اسلام